بچه من یه تیکه نون بگیرم و بیام سیب زمینی رو میگیرم. خب اومدیم اداره گمرک کرمانشاه که اگه بچه خروج ماشینامون رو بگیریم. آقا برگه ترخیص ماشینم گرفتیم و که تازه عوض کردیم. چک کنم دیسک لنته. آره آقا ماشین رو برداریم بیانیم اینجا رو پل بذاریم. شانس آوردی واقعا. دوستش داره آقا. قربونت بشم. مرسی. دادا باطری سازی کجاست؟ به این حال بدم رسیدیم گمرک خسروی. چند روز اینجا مشغولی؟ تقریبا 15-16 روز اینجاییم. بچه‌های خدمات شهریمون هم آوردیم، یعنی کیپ بچه‌های خدمات شهری وقت رفتارو با جمع‌آوری و روز خسروی رد کردیم. الان تو خاک عراقیم. خدا رو شکر. کربلا إيران والعراق لا يمكن الفراق. صدام بزن که بغض